خدا جانمون رو نگرفته بگذاریم بریم و دیگه نبینیم چی. چه سوز نمیشه با یکیش با هر یک خاکی پاچم بریم بعد عیادت پدر عزیز که چی گپ شد ما هر هم با جز پدر و مادر دل یگان کس با فرزند نمیشه زن فرزند هم از پای زندگی خودش کامی که 140,000 محتاجن و خود نبینیم چیکار کنیم دیگه 140,000 امروز انسانی که در تنش درد داره او میفهمه که عذاب چیه درماندی چیه نرفتی سر خانم نرفتی آزاد یک نفسی بکشه که دیگر درد عذاب فرزند داره اینقدر مردم مهاجر که خشون درد دارن غم دارن عذاب دارن بالای به خاطر ریش سفید شما به خاطر آب چشم شما در بر فرزند شما راستن که جان فدا کنه اگر پدری باشه پدری تو باشه چه خیر میشه و خدا قسم وجدانت عذاب میته بیایم با جای پدر خودمون میمونیم و دستگیری میکنیم یک عائله را با ستمش مستحکم میکنیم یک لایک کمیتر دریغ ندارین بدرویم بنویسین پول پارت فانا میتونین نمورا با دوستو برای خودتون پدلی سکنین سبب شفا یافتن برادر عزیز میشین سلام درود بر شما الحمدلله دیروز به ما خبر اومد که بارهای ما از اگیپت رسیدن یکم دست الحمدلله وقتی که از مصر میبیاید انا همین گونه میبیاید ما میگیریم اپاکوفکا میکنیم برای شما پیشنهاد میکنیم سر میکنیم از انا همین ماست برای پیسی بهترین مزه برای استراخاندروز و روماتیسم مزه شترمرغ و همچنین این ایش را توصیه می‌کنیم برای راه‌های نفس هوی کردن برای زکام برای گریپ بهترین اسپری میباشد و اون نفرهایی که اذیت میکشن از خورش دست این بهترین مزه برای نرم‌های رو برای پریشه این را توصیه می‌کنیم اینجا بهترین مزه هستند برای معلومات بیشتر شما میتوانید که در رقم‌های ما مراجعه کنید ان شاءالله دکتر برای شما عادی کردن میفهمونه مغازه سیارتشو در خدمت شما ای بندگان خدا مزهای ما از یگیپت و هر کجا السلام علیکم دوستان و هواداران سامانه رحیم پروداکشن دوستان عزیز امیدوار هستم تنسیت خانه آباد هستین خداوند نگهبان هر یکی ما و شما باشد امروز حضور داریم در شهر کلوب در طرف قطعه 4 به نزد پدر عزیز آمدیم انا اون پدری که امروز فرزندشون در یک حالت هست که به نهایت حالت وزمین باید گرده را اندیش کنه خواهش دوستانه همتون بعد پدر عزیز میشناسین طول چند ماه پیش ما یک نوار کرده بودیم همه گفتین اکای رحیم خاکی پاچم بریم بعد عیادت پدر عزیز که چی گپ شد ما هر چیزی که خواهد به توانایی داریم دستگیری میکنیم امروز عذاب درد پدر عزیز فقط ما 10 مینوتش برای شما گام میزنیم که هر روز عذاب پدر همیه به خاطر پدر عزیز به خاطر برادر عزیز یک لایک کامنتر دریغ ندارین قصه دردناک پدر عزیز گوش کنه که امروز برای فرزند بچه کارو قادرن السلام علیکم پدر جان سلام علیکم خوب هستین تنجسی سلامتی و چخلن شکر میشه کماندوری گشته سمادار متشکرم الله برکتون ته بعد نوار کردن ما یگان دستگیری شین خیلی دستگیری شد خیلی خدا رحمت بچه جان خیلی دستگیری میکنن یا 50,000 تومان دستگیری شدن ماشاءالله 50,000 تومان شید 50,000 تومان شد خداوند برکتون بده هزار رحمت کلان پدر جان عزیز امروز هم محض نوار کردن ما با کدام خاطر به خاطر که مبلغ شما کمی کردید کمی که 140,000 محتاجن و خود نبینیم چیکار کنیم دیگه 140,000 تومان نه آدمو زنگ میزدن اول پرسی میکردن اول پرسی یا خیلی میپرسیدن که یا خیلی آدم گپ میزدن قطعی بخیر یگون گپی بد نگفت یگون گپی بد نگفت نیست همش دستگیری شد همه دستگیری که خدا پروردگار برکت شد متبه هر روی باشه با دستگیری ممکن است خدا برکت شد متبه هر دستگیری شد که برای همین اول اینا خیلی مونده یا بچه که خیلی گشتیم دیگه باید برای جراحی را کنیم باید جراحی را کنیم انشالله پدر جان زیر رشید همش میشود امروز هم پدر عزیز عائله شون نیستند به خاطر فرزند سرسان و سرگردان مادر عزیز امروز در قید حیات نیستند که بالای سر فرزند باشه به خدا قسم به جز پدر و مادر دل یگان کس با فرزند نمیشه زن فرزند هم از پای زندگی خودش میشه امروز انسانی که در تنش درد داره او میفهمه که عذاب چیه درماندی چیه ایاکه عزیز پرسان میشم که طول چندین ماها فقط چشم بر انمی روی که لامپوچکه میبینیم 2-4 ایستادگی که کی مبلغ میشود که جانی مرا خلاص کنن ای درد عذاب السلام علیکم برادر عزیزم خوب هستی تنجسی یک بار دیگر نام نسبتون پرک که عزیز ما گپ زنه کریم صاحب برهان اکی صاحب برهان جون سلامتی اکو چخلا انشاءالله بعد نواری کردگی یگان خیلی خرسنج نه که خدای مردم دستگیری کردن چی در واقع ازور شدونه خدا خیلی از 50,000 تومان اونجا جمع شده اصلا کمی کسی هم مالده
حاضر ما که سرگون حاضر میشن که علاقه ما در یک جای اومدگیم که شاید مبلغ نشه اما سلامتی ما برقرار کردن نتونم. هر روز عذاب در بدن بنیسا محتاج بعضی شخصیت ها، محتاج زن، محتاج فرزند، این شب بیار او شب بیار، یک حالتی هست که بعضا وقت همین زندگی پاکیزه دل مونده میشه. مقصد میره پیش دکتر میگه که تو اپراسیون نکنی نمیشه. چه سوز نمیشه با یکیش با هر یک سخنایی میگن دل در زندگی پاکیزه مونده. خیلی حیران میشه میای بون خیلی زیر میشه. نه انشالله که شفا از جانب الله هر یک چیزی که در زندگی ما میشه حکمتی داره. امروز اولا خدا را هزاران بار شکر که پدر بزرگ را در بالای سرت هست. اگر که شاید پدر نمیدونم که در اول تو چی میشه چی میشه. امروز پدر قادره که خانه و درش بفروشه، حتی فروش در ماندگی نرفتی سر خانه نرفتی سر خانه هم فروش در موندم چون نمی یکون اولم یوف نشده تا بخرشون با همون برم میکنی چپرسی میرم حاضرم همون خیلی پدر در روی فرزند نمیگه عیس درد غم خیلی شکنیم دیگه بچه جون فرزند کنجه که تو نه؟ کنجه بچه با من میشه با حاضرم حالتهایی که با زیغ شد خیلی زیغ میشه دیگه چوک میکنی دیگه زیغ میشه دیگه میمونیم دیگه چوک میکنی ایوی فرزند نمیشه گشت دیگه دانم آورد دیگه حالی را ببینیم دیگه نولش این ولده تلیشون مایده در روزای گریسته گشته وش در روزای اینه کلانی شده میاد فرزند کلانی شد؟ السلام علیکم نامی تو چیه؟ چند ساله علیشه جون میدونی؟ 6 ساله 6 ساله؟ بچه کلانی آتشی؟ اگر کلانش آتش نگاه بین بکنی ها انشاءالله با نمی رنگ عطر نفرایی که سلامتی خوب ندارن پولدار شده مالدار شده دستگیریشون میکنی خانش از نه بهترین شخصیت همی دوام دیانده نسل ما فرزنده لیک سلامتی در سطح اول مثل الحال پدر عزیز بینید الحال برادر عزیز بینید خواهش دوستانه به خاطر آب چشمای پدر عزیز به خاطر رشی سفید پدر عزیز که در زندگی سفید شدگی به خاطر همه ما پدر و مادر داریم بهترین شخصیت ها همیه بیان ذره هم باشد دستگیری کنیم. دوستان عزیز برای خیر کردن هیچ وقت حیاتون نبرای که مبلغ شما کم نمیشه و دو چند خداوند زیادش بگردونن و همین خاطر هر نفر میگه که من خیر کنم پولم کم میشه و این انسان خطا میکنه فقط برای روز آخرت صدقات جاریه میکنه که تا وقتی سلامتی هم برادرم خوبه بالای سری فرزنداش ده ثواب و اجر نصیب شما میگردد. این ماه با ماه شریف رمضان نزول قرآن دهه آخر دهه مغفرت بیاین بهترین صدقات در همه اکای عزیز میکنیم پدر عزیز کنیم که در آخران نفس های پدر عزیز یک نفس خوب یک نفس آزاد یک نفس بکشه که دیگر درد عذاب فرزند نبینه. به همین خاطر دستگیری شما انشالله پیشروی ماید. اکا جون عزیز ما کتواد هستن دوشنبه سیتی در نام نصب کی بود؟ در نام خودم چند نام نصب تو یا برپرا؟ کریموف سایبرخان کدام نامی را دا پیوسته میدونه؟ نه 118 نه 118 46 36 56 همین در زن زنن هم زن زده میتونن هم پول پرداختن. سلامت باشید اکا عزیز ما یکون کارت زبیربانک داری زبیربانک همونه که در نوار پیشینه وقت کارت شما را زبلکی رد کردن چندین پولتون گرفتن اجدن بسیار برادرها گفتن که زبیربانک یکون زبیربانک داری برادر ما در نام نسب کیه تا؟ در نام نسب نبیوف مظفر کو یه بار ممکنه بینم از این ما میخونم پراشه یک برادر عزیزم میبینه که حقیقتا درست هسته نبی مظفر امیرعلیویچ سبیربانک با نمره پلوس 7 989 811 43 14 در همین نمره با باوری کامل گفته میتونیم برادر در همین پول پرداختن. دوستان عزیز این از سبیربانک در نام نسب برادر همه اکای عزیز ما انشالله نبی مظفر میتونیم با دل پول پرداختن نفرایی که ای مسکوی خوش در زبیربانک پارتین خوبتر وقت در دوشنبه سیتی میپارتین کارتورا زبلکی واد میکنن همه خیلی بده که نبوری یکم کارتورا زبلکی واد کردن طول 3-4 روز فقط در بدر دوشنبه سیتی بگرد که کارت ماهی کنین کارت ماهی کنین انشالله که بهتر باشه. ما برادر عزیز پدر جان عزیز باوری کامل دارم که بعد از این نوار ما خوشبختی و خرسندی فرزند شما چند برکت بتخلادون دیگر کوشش بکنیم اون شما نریزد بشود صدقه غذا را از رحمت بچه به همین پدر و مادر داخل رحمت کنه پدر و مادر سلامت باشه. ما هیچ نمیکنه پدر جان عزیز همین قدر مردم مهاجر که خشون درد دارن غم دارن عذاب دارن
بالای به خاطر ریش سفید شما به خاطر آب چشم شما در بر فرزند شما راست که جان فدا کنه. خدا پروردگار برکت چون ده هر کسی که مرا دستگیر میکنه خدا برکت شده ما چی خلاص خدا جان منو نگرفته بگذاریم بریم خدا دیگه نبینم چیرا ان شاء الله خیر نگیم. بالای سر فرزندا بودن بهترین چیزه. با این خاطر خداوند با 100 سالهای دیگه بالای سر فرزند باشه که خیلی پدر کمی در کم یافت نشه. حضور رحمت بچه حضور رحمت سلامت باشه. سلامت باشه. پدر جان عزیز در نوار پیشینا اومده بودن یگون کس خبرگیری اومدن ای پیش دیدن اومدن. پیش یک کس اومدن یا بیزنسمن اومدن. یگون چی دستگیری کردن ان شاء الله؟ دستگیری نمیدونم دادم کارتش پرت. کارتش پرت نکردن. فقط برای شک شبهه شاید اومدن دیدن ها. دوستان عزیز نفرانی که در کلوب زندگی میکنیم الله برکتون که مردمی بننگ بناموس کلوب بوستانی همین پدر بزرگوار نام کلوبای با کدام خاطر بتیسیم که در ای 4 زندگی میکنن نامی رو در روی اکران زنگ زنیم بینیم برادر جان عزیز. امروز پدر از زور آمده. امروز پدر گردن کج میکنه که به خاطر فرزند دستگیری کنیم. بین دوستان عزیز در جای همین اگر پدری ما باشه پدری تو باشه چه خیلی میشه و خدا قسم وجدانت عذاب میته. بیایم با جای پدر خودمون میمونیم و دستگیری میکنیم یک عائله را با ستمش مستحکم میکنیم. در آخر پدران یک دعای با کل نفرایی که در این کار امر خیر دستگیری میکنن. خدا پروردگار هر کس با هم دستگیری میکنه. خدا چیشان باب زیادتر کرد دولتشون اموران پروردگار دستگیری کرد که ما هم کسالیمون ایجاز بخدانه پروردگار با همه چی براد مقصد برسونیم. سلامت باشین دوستان عزیز. خواهش دوستانه پخش مستقیم دارین یک لایک کمیتر دریغ ندارین بدروین بنویسین پول پارت فاونا میتونین نمورا با دوستو برای خودتون پدلی سکنین سبب شفا یافتن برادر عزیز میشین. هر یک نفری که همین کارا میکنه با واسطه همین برادر شفا مییابه. ثواب اجرش هم نصیب خود میشه و که پول نداری و همین کاری خیره سبب شدی. الله یارو مددگارتون. همه کمیترتون انتظاریم.